چی میخونه نیلوفر؟ نیلوفر خیلی چیزا میخونه، نمیدونم، بذار خودش بپرس. نمیدونم اصلا چیه، باور میکنید نمیدونه. فقط من میدونم میره دانشگاه میاد چی میخونه. بابات نمیدونست چی میخونی تو دانشگاه، تو فقط میدونم میره دانشگاه میاد. میپرسیم تاریخ تولدمو میدونه؟ پرسیدیم نیلوفر حالا سالش هم نگفتی اب نداره، ماهشو بگو. الان میگم مرداد 59. 59 60. نیلوفر نزدیک مثلا 50 سالشه الان. من نیلوفر آوردم اینجا که بیاد کمک ما باشه، نمیدونستم اینجوری عذاب در بیاد. چندم مرداد آقای نیکخا؟ نهمه. آره. ببخشید فشار اومد. معذرت. چی میخونی خودت بگو؟ لیسانس مهندسی منابع طبیعی دارم و همچنین لیسانس کارگردانی سینما، فوق لیسانس بیوتکنولوژی و فوق لیسانس سینما. الانم که برای دکترا میخونم. باریکلا. مدیریت بازرگانی. 2 تا لیسانس، 2 تا فوق لیسانس، الانم دارن دکترا میخونن. اصلا از همچین پدری بعیده.